هموطنانی که ما در اوکراین قرار دارند منتظر کدام حکومت، نمیدونم کدام وزارت یا که کدام حزب و سازمان های چی داخلی باشد چی در خارج باشد نباشید. هر کسی که میتونن امروز دست کمک دراز کنید. عادی ترین کاری که میتونن خب یک فکر سالم در سرتون میاد یا که اول پرسی کنین. عادی ترین کاری که است. من مطمئن هستم که اکثریت دارن عزیزان و نزدیکا در اوکراین دارن، چون مهاجران ما در اونجا بسیار هستند. صحبت کنین، تسلی بدین اونها را، نیاز دارن به این چیز. خب راهنمایی کنین. بعضا نفرها را شاید که ترس از زیادی بعد در خود جا میتن، ناامید هستن، همراهشون صحبت کنین، راهنمایی کنین که نیاز دارن واقعا. و در مسئله این مناقشه که بین روسیه و اوکراین که گذشت، خب ما یک زمان همگی برادر بودیم، زیر یک پرچم بودیم و دوستان داریم از این کشورم از اون کشورم. متاسفانه امروز اینها با هم می‌جنگن، واقعا که این یک مصیبت است. و ما گفتیم که همچون یک حرکت سیاسی هر کشوری که در کدام کشور دیگر مداخله میکنه و اونان با قواهای نظامی ما اینا محکوم میکنیم، بازم میگم که این چیزا ما محکوم میکنیم و امیدوار هستیم که در یک فرصت کوتاه به هم میآیند. شاید حالا هم دیر نشده باشد در گذشتن چندین از دست دادن جان چندین شهروندان، شاید که باز هم دیر نشده باشد و اگر که طول بکشد از این بیشتر می شود قربانی ها. و حالا وقت است که با هم بیان و گرچند که این یک داغ میمونه در تاریخ طرفین، اما باز هم باید که حداقل به خاطر جان خب شهروندان کشورها باید که خودداری کنن از این عملیات های حربی و امیدوارم که این چیز هم در روزهای نزدیک رخ بده. اگر نه در اینجا کسی فکر نکنم که برنده بشود، فکر نکنم کسی برنده شود. ما همدردی خودمون بیان میکنیم و نفران قربانی هر دو کشورها، نفرهایی که جان خود از دست دادن و هموطنانمون چی گفتن هستم. هموطنایی که ما به قرار میشه نسبت دیگرها خوب است پیگیری میکنیم، نظارت میکنین، مشاهده میکنین، فکر نظرهای خود ابراز میکنین. این چیزی است که ما میخواستیم وقتی در میدان سیاست آمدیم، مردم تبلیغ میکردیم که همین کارا بکنن، یعنی که کرونا نرین، نگاه کنین در کشورها چی میشود، چیزی را بیاموزیم از اینها، برای ما درس بشود. و اما در برابر همه این مشکلی داخل وطن فراموش نکنین. در برابر همه این شما ببینین هموطنان، فقط در دوام همین سال مشکلی که در قزاقستان بود، اینقدر مشکلی بزرگ در اونجا بود که قواهای بیرونی رفتن دخالت کردن، اما مردم امروز صاحب اینترنت است. امروز مردم استفاده میبرن اینترنت. مردمی که شاید به اندازه ما محتاج اینترنت نباشن. امروز جنگ روسیه و اوکراین دارن، اوکراین که خب بیشتر خراب می شود، در همین حالت هم اینترنت قطع نشده است، مردم اینترنت استفاده میبرن. اما تاجیکستان هر یک کاری کوچکی که می شود اینترنت خاموش میکنن و میگن که برای بخطری جمهوری. آیا مشکلی که قزاقستان داشت، مشکلی که امروز اوکراین دارد بالاتر است از مشکلی که ما داریم؟ فکر کنم نه. میگن که این برای کدام کارهایی که خب دیگر چیزهای بیرون نبراین، کدام عملهای کدام نمیدونم تروریست ها باشد، خب برای نقشه ها و غیره. مگر امروز روسیه بالای اوکراین نقشه ندارد، اوکراین بالای روسیه نقشه ندارد، قزاقستان نقشه نداشت، اینترنت که هست کار میکند. پس برای چی شما مردمی که محتاج است، احتیاج به اینترنت دارد، سیاست ضعیف شما، بخیردی شما سبب شد که مردم از فرزندای خود سالهای طولانی از دورن، حداقل به اینترنت چهره‌های دیگر هم می‌دیدن، صحبت میکردن، شما از همین محروم شون ساختین. به چه خاطر؟ شما دعوا میکنین که بدخشان منطقه هست که در اونجا جنایتکارها هست، ما به خاطر بخطری اینترنت قطع کردیم. دعوا 4 ماه هست الکی که اون مردم اینترنت ندارد.
خب اگر که شما چنین لاف میزنین دعوا میکنین که در قزاقستان جنایتکارها هستن، مثل اوکراین بکنین، اینترنت ها بگذارین، اونها نشان میتن که جنایتکار کی است، کی جنایت میکنه. یا مثل روسیه بکنین که اینترنت ها خاموش نکرده است، نشان میده که اوکراین ها چیکار میکنن. شما هم برای ما نشان میدین که همون جنایتکارهایی که شما میگین در بدخشان با چی کار مشغولن، تا ما ببینیم همون جنایتکارها را، ببینیم بشناسیم. برای چی؟ درد شما دیگر چیز است. مشکلی در این است که شما خودتان جنایتکار هستین و نمیخواین که جنایت های خود شما را ببیند مردم. این است مردم تاجیکستان در برابر همه این مشکلی هایی که هست در جامعه جهانی توجه را اون طرف برده است و ما و شما بله توجه اون طرف است، مصروف هستیم. بازم سببش خواب دیگر قیمت جان یک شهروند پر ندارد از کدام کشور است و در برابر این شهروندای ما در روسیه اوکراین قرار دارند که نمیشود که ما اون طرف توجه نداشته باشیم. در برابر همه این مشکلات هموطنان، نفرهایی که واقعا دلتون میسوزد برای تمامی مردم داد فیغان میزنیم، چی ما هستیم چی دیگرها، و در برابر این نفرهای دیگری هستین که رول بازی میکنین، اکتیوری میکنین، کتاب ها می نویسین، داستان می نویسین برای دیگرها. من در این هستم که فردا برای روسیه یا که اوکراین هم قصه ها می نویسین، اما وطن فراموش نکنین، تاجیکستان فراموش نکنین. از برای الله رو به مردم بیارین. این پیشنهادی من، این طلبی من داخل داره به هر یک شهروند تاجیکستان. تشکر برای دقتتون، تشکر که برای اون که همراه ما بودین. با شما بود یک هموطنتون سهراب ظفر همراه برادران